به نام خدا. با عرض سلام خدمت بینندگان پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. شهرستان زهرآباد یکی از نقاط مستعد در کشت محصولات گرمسیری و خارج از فصل در کشور است. به همین دلیل یکی از روش‌هایی که می‌تواند در بهره‌وری بهتر محصولات کشاورزی و صرفه‌جویی در آب کمک شایانی کند، استفاده از طرح نوین آبیاری است. به همین دلیل امروز قصد داریم گزارشی در این خصوص تقدیم شما خوبان کنیم. شهرستان زهرآباد سیستم‌های آبیاری نوین رو در دستور کار داریم که 300 هکتار برای امسال برنامه ریزی شده و یکی از مزایای خوب این سیستم‌ها صرفه‌جویی در مصرف آب و بالا بردن راندمان آبیاری به طوری که با استفاده از این سیستم‌ها 85 تا 90% راندمان آبیاری ما بالا میره. و مزایای دیگری که داره در شستشوی مواد معدنی و کودهای شیمیایی که استفاده میشه خیلی کمک میکنه که اینا شستشو نشن از دسترس گیاه خارج نشن و حتی در فرسایش خاک بهترین کمک رو انجام میده. 85% اعتبارات رو دولت میده و تقریبا 15% سهم بهره بردار هست. خوشبختانه از 8000 هکتار اراضی که زیر کشت باغی و دیمی در شهرستان رفته، حدود 1700-1800 هکتارش رو تا اینجا به همت و کمک سازمان جهاد کشاورزی استان که قابل تقدیر هم هست و مردمان عزیز شهرستان زهرآباد تونستیم تحت فشار تحت آبیاری نوین ببریم، از حالت غرقابی به آبیاری نوین تغییر پیدا کنه. خب مستحضرید که وقتی که این اتفاق میفته شما حدود 30% صرفه‌جویی در آب دارید و 80 تا 85% هم راندمان آبیاری شما بهتر و کاملتر خواهد شد. لذا من هم درخواست میکنم از همه کشاورزان که به این سمت و سو برن و درخواست داشته باشند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان‌های کنارک و زهرآباد که هر چه زودتر بتونیم مابقی اراضی و باغات مردم را هم حتما بتونیم تحت آبیاری نوین قرار بدیم. ضمنی که ما فقط برای سال 1400 300 هکتار سهمیه استانی داشتیم که این حتی قابل ارتقا هم هست و تا حالایی که الانی که خدمت شما هستیم تونستیم کار 160 هکتارش رو انجام بدیم.